بعد از مدت ها به نوابات آمدیم، جایی که همیشه بیروبار است، همیشه ازدحام است. مرچک است، در عرض نخود پخته شده، اینی کچالو است و نو سبزی داره. این جوان است که نام خدا مجهز، پاک، ستره. کیلک از جات پخته که باشه، کیله با ویتامین خود دست میده، کیلک پخته شود. کم نام خدا بولانی پخته میکنه، هم چپلی کباب پخته میکنن. होटल मुझे 10 रुपये में तो 20 रुपये कम हम ना मिलते हैं خوبیش است گارانتی خوبیش است دیگه. بله این طرف هم پر از بولانی، اون طرف اینا فکر میکنم دو نوع بولانی پخته میکنه، شاید تندوری هم باشن. من مونده ترکارو چچالو مونده خنیرته بود. دو نفر دیگه که هر کس خداوند نصیب قسمتش ساخته بود برای از اون ان شاء الله میگیریم. در فنا میفروشه. نه این خصوصا این نواباد هیچ نان ارزش نداره. اگر در شهر نانا 20 روپیه است. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مسار مایک، السلام علیکم و رحمت الله. امروز 13مین روز ماه مبارک رمضان، 13 مارس و 23 هوت است. جا دارد یک تشکری ویژه بکنم از وطندارای عزیز ما، از افغانای عزیز ما، کسایی که همیشه ما رو دنبال میکنن و برای ما کامنت رای کرده بودن. کامنت های بعضی از عزیزا رو میخوانم که واقعا کسایی هستن که همیشه از ما حمایت کردن. از نور محمد رنجبر که از ایران هستن، از بانو نسیمه فضلی، از بیبی حاجی کریمه اکرم که خیلی دوستشان دارم، از محمود صدیقی، مسعود جان قادری، محمود قاسم فضلی، اصیل کریمی، سهیل جیهون، محمد ظاهر مبارز مجیدی، اسیس مشیم چی رقم یک نام از خبر کرده هر کس که از دوستش دارم، از رمضان چمتالی. این دوستایی است که همیشه برای ما کامنت رای کردن و از یوتیوب چنل جدید ما حمایت کردن. یک تشکری ویژه باید از شما بکنم و از عزیزایی که نام شامل از در ذهنم نیست. ما بعد از مدت ها به نوابات آمدیم، جایی که همیشه بیروبار است، همیشه ازدحام است. از شهروار قبلیت ها پرسان کردم اکتمامی 40 پروژه که شما تطبیق میکنید، پروژه وسط سرک نوابات چرا نمیشه؟ باز گفت که بودجه از خیلی زیاد است، گفت ما را به ریاست تدارکات ملی به کابل فرستادیم، به مجرد که اونا تصویب بکنند ان شاء الله کار زیرم شروع میکنن. حالا فکر من کار یک چوک بازسازی یک چوک هم پیش شهرک که به نام آزادی یاد میشه اون طرف میره، اونجا یک چوک جور میشه. به هر صورت ما میریم شور و هیجان و ازدحام و بیروبار نوابات په تصویر میکشم و شما هم خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. بیننده عزیز، ما پیش یکی از وطندارای عزیز ما میریم یک چند لحظه صحبت میکنم. به خاطر افطار عجب چیزا آماده ساختن، نمیفهم که نامش چیه، 3-4 رقم است. ما از خودشان پرسان میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین کاکا؟ خیر و خیر. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیرتی است. شب روز بخیر میگذره؟ زنده باشی. بخیر باشی. سلامت خانابت. نامتان؟ نه اسم ما شیراغا. کاکا شیراغا، چطور است امروز ماه مبارک رمضان؟ شکر الحمدلله. میگذره بخیر؟ بسیار خوب میگذره. حالی چی پخته کردی؟ نامی از این چی است؟ این مثل مرچواری است، این چی است؟ این چی است؟ از چی پخته میشه؟ این ایرا بیادره که مرچک است، در عرض نخود پخته شده، اینی کچالو است و نو سبزی داره، گاشنیز و غیره پیاز و درد نخود کلش آماده میشه. و این چی است؟ این پکوره است، خود داخلش تخم جوشانده است. تخم جوشانده؟ تخم جوشانده است. این را ما اولین بار است که در مزار شریف میبینیم. این را از کجا یاد گرفتین شما؟ این ساخت پیشاوری است. در پشاور خود زندگی نکردین؟ کردم. چند سال بودین اونجا؟ 25 سال. دمی تازه که افغانای ما آمده در جمع از اونا خود نه نه ما پیش آمده بود. چند سال میشه که آمده؟ تقریبا یک 14-15 سال میشه. 14-15 سال میشه. باز این تنها در ماه مبارک رمضان فعالیت نه دارید؟ هستم، همینجا دایم هستم. دایم هست؟ همینجا هستم. اینا رو به نظر من کسی که میخوره که یک ذره چی را زیاد خورده باشه در پاکستان، چیزای تند زیاد خورده باشه. تند زیاد خورده باشه. میخوره جمالی مردم عادت کرده. کلشان فکر میکنه شما عادت دادین کلشان. روزانه چقدر پخته میشه؟ میشه 1-2 هزار 2,500 داخل میشه. بازی دانگکی است کیلوگکی؟ نه کیلوگکی است.
کیلو کیلوی از چند است مثلا؟ کیلوی 200. کیلوی از چند است؟ خورد کلش یک چیز است. خورد 20 میتم کیلوی 200 180. مواد از این کجا تهیه میکنی؟ موادش خانه یا اینجا؟ نه اینجا جور میکنم. چند نفر اینجا کار میکنه؟ اینجا 3 نفر هستم. 3 نفر. مواد شما اینجا تهیه میکنی؟ موادش هم جور میکنم، اینجا آماده میکنم کلش. چند بجه می به خاطر کار؟ 3 بجه 2 بجه یعنی تو. تا افطار دیگه است؟ تا افطار است من. کاش که در افطار اینجا باشیم که یک مزه از یک ببینیم ما. قانت شوم بیاین بخیر. باز ما یک ذره ارزان حساب میکنیم؟ ارزان معمو جمو فرایگان. دیگه میمان است دیگه شما. بسیار زیاد تشکر. در کارتون برکت، در عمرتون برکت. تشکر. ممنون. سلامت هستید. قربان شما. جور هستید. پیزت هستید. خیر هستید. ما یک زمان میره تو سیب پرسا میکردن گفت سیب وطن است. حالا نمیفهم که سیب وطن خلاص شده یا این دیگه شاید از ایران باشه. بیاین که از خودشم پرسا میکنم چون دمای مبارک رمضان کسی دروغ نمیگه. سلام علیکم. سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ الحمدلله شکر. نامتان؟ نامم ضیاءالله از شهر مزار شریف. ضیاءالله جان چطور است امروز ماه مبارک رمضان؟ والا شکر است میگذره بعد نیست. مصروف هستین دیگه؟ شکر بعد نیست. از شماست؟ بله. سیب یک وقت ایرا در سرخانه نگاه میکرد سیب وطن بود به نام ایران فروخته میشد. حالا من مترسید نه یه دیگه اصلی ایرانی است. یه اصلی ایرانی است چون از ایران می اینا. از در سرخانه که از ما شما رو نگاه میکرد وقتش خلاص شد بود. نه حالا وقت خلاص. اینالی بخیر وقت فصل تازهش است که میوه تازه میآید. این سیب زرد کیلوش چند است؟ 120 است. سیب زرد که است فعلا قیمتش 120 روپیه است. یه دیگه سرخ که است 100 روپیه است. سرخ ایرانی نیست. نه سرخ وطنی است. سرخ وطن است. مالتا خو ایرانی است. اینا ایرانی است. این همان که است مال وطن است. فکر میکنم 90 افغانی تقریبا. چند است؟ این 80 روپیه است. چی میگی؟ شما 10 افغانی میخوای ارزان میفروشید. تا چند بجه اینجا هستی؟ تا 9 بجه 10 بجه شب هستی. چند سال میشه که کار میوه فروشی رو میکنی؟ ما دیگه از طفولیت دیگه کار کسب ما اینمی است دیگه. نمی نواباد زندگی میکنید؟ نواباد 15 سال پیش هیچ گپ نبود. حالا نه خلاص که موتر تیر شدن. حالا این گپ است که دنیا رو به پیشرفت از خودتون میبینید. نواباد رو به پیشرفت است. تکنولوژی اومده. خب این 80 است گفتی؟ بله. سرخ چند است؟ سرخ که 100 روپیه. کینو چند است؟ کینو هم 100 روپیه است. 100 افغانی. بله. ولی افطار خانه میری همینجا خاطر دوستا و نه افطار که همین دوستا و رفیقای همینجا اینا خودتون که دیدین پکاوره مکاوره است پخته میشه. اینا بولانی فروشی است دیگه همینجا سرگردان هستیم خدا رو شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. خانه آباد سلامت مرا کد ثبته. خانه آباد سلامت. بشینین میمان شوین افطاری کتیم. اگه افطاری همینجا بودیم خوب است بخیر پیش شما یا پیش از اونها میاییم. حتما خوش میان کدام اگر میوه بیوه اگر لازم داشتین ما سلامت خانه آباد بخیر باشه. در نواباد این جوان است که نام خدا مجهز پاک ستره کلیشون تو کلی خام ولی ما پرسان میکنم که چرا کلی خام اینا آوردن. همکارم خودت اگه از اون طرف بیاییم ما این طرف بیاییم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند؟ شما خوب هستین؟ شب روز بخیر میگذره؟ شکر زنده سلامت خانه آباد. نامتان؟ نام نوید. نوید جان چه وقت میشه که اینجا اینمی کراچی جوسه داریم؟ اینجا مدت 5 سال میشه ما اینجا جوس فروشی داریم. ایرا چی وقت جور کردی؟ چقدر پاک ستره نام خدا ماشاءالله. زنده باشی سلامت. دیگه مدت 5 سال میشه اینجا جوس فروشی داریم. دیگه از اون پیش بیادرم بود فعلا خودم هستم. 3-4 سال میشه خودم. چقدر خوب پاک جور کردیم تو منظم کراچی. حالا نظافت که جزء ایمان است. نظافت که داشته باشه انسان هر کس مشتری هم پیدا میکنه. هر کس پاکی را خوش داره. ولی کلیش ما کلش خام است. چرا؟ کیله که از جات پخته که باشه کیله با ویتامین خود دست میده کیله که پخته شود دیگه هم کیله رواشک است جوس میشه از خاطر که هم سخت می هم قوی است. بله. از خاطر ما کیله رواشک می. و این کلشون چی است مربا یا اصل است. یا اصلای ایرانی است. ترکی و ایرانی است. ایرانی است. به نام ترکی می ایرانی است. ایرانی است. تا چند بجه خودت هستی؟ ما تا شب 12 بجه هم هستیم 11 بجه هم هستیم 1 بجه شب هم هستیم. نسبت دیگه در بازار مشتری. در ماه مبارک رمضان دیگه حال معمولا شاید از طرف صبح نیایی فقط بعد از چاش شد. بله طرفای چاش بود. کاش که ما همین افطار اینجا باشیم که بیایم جوس جانانی تا نوش جان بخوریم. والا خوش میشم به خدا افطار کردم ما کنیم. سلامت. نه
همسایه‌تان هم بولانی فروش است. در پالو جوس میخوری، بولانی میخوری، هر چیزی که بخوری در نواباد بخوری. دیگه همسایه‌ش هم گفتی از این لالا برگر فروش هستن. تاریخ کردم ما کنه خوش میشیم بخدا بولانی هم سلامت از خانه آباد. کل چیز داریم. بسیار زیاد تشکر. از چند افغانی تا چند افغانی جوس از است؟ 50 افغانی شروع است تا 150 200 افغانی هم جوس است. تا 200 افغانی. بله. او باز دیگه گفتی مردم وی آی پی اسپیشال است. اسپیشال است. بله بله. خرما و هر چیزی که بگی هست بله. داخلش هست. اگر اینجا بودیم همکار ما بر تو آدم تو باز یک جوس از لالا برات میخرد. صحیح است؟ پیش همسایه‌تون ما یک بریم سلامت باشین. خیر باشین. خانه آباد خیر باشین. پرندای عزیز پیش یک وطنداریم هستیم که هم نام خدا بولانی پخته میکنه هم چپلی کباب پخته میکنن. خانه شان آباد. سلام علیکم. چه حال دارین؟ کاکا جان خوب هستین؟ شکر بدوای. شب روز بخیر میگذره؟ شکر از بدوای میگذره. کارتان هم بک خیر است، مشکل نیست. ولی بولانی تا اصلا نسوسه سر ما تاوان نشه. نامتان؟ غلام نبی. غلام نبی. کاکا غلام نبی هم چپلی کباب است هم بولانی است. بله. روزانه چقدر پخته میشه؟ حساب گرفتی یعنی؟ میشه تقریبا طرفای 3 بجه 4 بجه میام یک 200 180 300 خبر متوجه باش که نسوزه 100 180. بله. چی است؟ گندنه است؟ گندنه است که چلوس ماش است. زیرا موادش در خانه جور میکنی یا اینجا؟ موادش خانه جور کنیم. با اینجا تش جمع. حتما خانه نزدیک است. بله. مواد چپلی کباب هم خانه جور میکنی؟ این بچه‌تان است همراهتان؟ بله. این بچه یک ما دو میکنه چटनी میکنه برای روز تیر میکنه. دوغ هم شماست؟ بله. ماشاءالله. ماست دوغ از کجا است؟ از بلخ است؟ از شلگر است؟ از کجا است؟ یا شار میگیری؟ از پیش مارکت میخریم دیگه. او تو نمیفهمم میاره دیگه هر کدوم مال نیست. تا افطار هستین؟ بله. 3 بجه میین؟ 3 بجه میام دیگه. باز بغیر از ماه مبارک رمضان هم اینجا هستین؟ بله. چند سال میشه اینجا کار میکنین؟ شاید 15 سال شد. خانم در نواباد است؟ بله. از این مزار هستین؟ بله. چند است چپلی کباب چند است بولانی چند است؟ 5 روپیه بولانی یا 10 روپیه. خود افطار هم اینجا سرتان جمع میشه یا میبرن خانه یا کرچاناس پیشتون میبرن چه قسمت؟ خانه والا میبره موتروان می روگذر سرک است رو است مردم سرک میبره شما خانه. خود خدا رقم بیروبار است که بیخی دیگه. گرفته میبره خانهش میبرن. خانهش هم تو میخوره افطاری اینجا بیگا دوغ موقت چرمی مگنی. دوغ خودتان جور میکنی یا بچه‌ها جور میکنه؟ نه دوغ خودی جور میکنیم. خودتان جور میکنی؟ چکنی خودتان جور میکنی؟ چکنی از چکنی بازار در خانه گارانتی بوتل اونجا 10 روپیه میتیم و 20 روپیه کم هم نمیتیم. خوبش است گارانتی. خوبش است دیگه. بله. یعنی کل چیزا شما خانه جور میشه؟ بله. روزانه باز یک 200 300 400 500 میمونه؟ شکر است میشه. خرج خانه رو ان شاء الله میکشه؟ بله شکر 11 نفر اول خدا 2 مهینه میکنه کرشی میکشه دیگه. واه در 11 نفر نامخور است. جانتت میگه صاحب باشه خداوند میگه روزی تو در هر جا باشه میرسانه. بله. همون سنی؟ بله. خانه آباد چی کمک بکنم برات؟ امر کنین مقصد. خیر ببینید خانه تا و تارا 20 واسن اونجوری دیگه. سلامت خانه آباد شما رو خداوند عافیت و صحتمند داشته باشن. بخیر باشین. خدا حافظ تان. خدا حافظ. خدا. بینیدای عزیز پیش یکی از وطندارای عزیز ما هستیم که نام خدا همه تو مصروف است که این طرف هم پر از بولانی او طرف اینا فکر میکنم دو نوع بولانی پخته میکنه شاید تندوری هم باشن. سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ خیر خیرت. شب روز بخیر میگذره؟ الحمدلله بدوای. پیش از ماه مبارک رمضان اینجا اومدم یک گلاس چای از پیش خودم یادت هست یا نه؟ بله بله هست. نامتان؟ زبی الله. زبی الله جان شما خام روزان بولانی پخته میکنید. بله. چند سال میشه کار بولانی رو میکنید؟ تقریبا 10 سال. 10 سال. بله. چند نفر هستین اینجا؟ فعلا 5 نفر. 5 نفر. بله. مواد شما همه جا تهیه میشه یا خانه؟ خانه تهیه میشه. خانه نزدیک است. زمین آباد است خانه. دو نوع بولانی تندوری هم است. تندوری هم است. تندوری هم داشت داریم بله. های ایده داشت است اونجا. ما ایران ما خینا رو در روغن پخته میکنیم. نه داشت داریم اینجا. چند صد بولانی میشه روزانه؟ تقریبا روزانه 400 500 این بینا میشه. هر دوش؟ هر دوش. بعضی ها مثلا تو یک کراچی سیار هم داره شما سیار نیست جا به جای باشه؟ جا به جای است. ما اینجا دکان از جای است معلوم است برای مشتری ها دیگه میاین میبرن. پیش از ماه مبارک رمضان خو وقت میمده نال دیگه تا 2 بجه و 1 بجه شروع ساعت 1 بجه شروع میکنیم دیگه. بعد از چاش نماز خوانده 1 و نیم بجه.
تا افطاری را افطار 7 بجه تا 7 نیم هستیم با همین لحظه ما میبینیم کاملا گندنه است. تنها گندنه است، کچالو باش گندنه باش کلشان است. کسایی که از اینجا تیر میشن دیگه اینا میبرن از پیشون یا همسایه دور پیش. همسایه کسایی که دور پیش میرن همیشه با خانه‌های گرد پیش از مشتری‌ها زنگ میزنن میاین میبرن. باز اینا چند است اینا؟ 10 افغانی است. این 10 افغانی است. این دو تندور است. بله. خانه آباد. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. تایی تندور اینی بولانی تندوری را اینی و تندار ما پخته میکنند. اکا سلام علیکم. قنداقسız? Canınız yürüme. Bakır borçsuz mu? Atınız ne madır? Adım Muhammed Azim. Aka Muhammed Azim nerede milas? Ben Anxuy'dan bölümüm. Anxuy şerif. Bu iş yere bidik. Burada Neçə il bulad veririz? Burada 3 ildən beri muazim var burada. Ha. Rozana qancha bular pişirasiz bir tandur ishi? Mana bu Ramazondan beri bir 150 200 veçera başqa vaqtlarda 300. Xamirini uyga tuzatasizmi qanday? Uyga tuzatam. Uy yaqinmi qanday? Uy yaqin Maysordan. Kiroya. Ha, necha baja kelasiz bu yerga? Bu yerga Yarıza 3 bajaga kelaveradi, yo baja 2 baja keladi. Bag'ayr az Ramazon ham pishirasizmi? Yo bag'ayr Ramazon pishirmaydi, alda pishirib toshda ko'chalarga sotadi boqlar, shaharlar. Ha, vaqt olib borasiz. Faqat Ramazonga berib ketirasiz. Ramazonga berib. Ichiga nima bor? Ichida mana bularning ichida polak bor. Ha. Mana bunda tarixoru, chacholu mundoqa narsa bor. Donasi qancha? Mana bularda bularning donasi 20 rupiya go'sht bor. Go'sht bor. Ha. Daxil az go'sht as 20 afg'oni. Go'sht go'sala. Shuni movodlarimni ko'yiga nima qiladi? Omada qiladi. Omada qiladi. So'zsiz berib pishirasiz. Ha. Mardum iftorga bo'ladi degan. Iftorgacha borsiz. Ha. 200 ta pishirasizmi? Ha, 200 ta, 150 ta jo'ra qoladi, jo'ra. Ro'za bilan qadaysiz? Ro'za bilan qiladi, Alloh hujjat qarang. Nos chekasizmi, nos chekaymasizmi? Nos chekmayman. Ha, amaliy bo'lmasangiz maqsad farq qilmaydi. Bu nafar son nos cheksa son asobi sag'dira. Zo'r keladi ustiga. Sizda asobingizga zo'r kelmaydi inshaalloh. Sog' bo'ling, qo'lingizni bering. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, salomat. ها نان کار داری بیا ما برات نان میگیرم بیا سلام چه حال داری خوب هستی بخیر صحتمند بخیر چند است نان 10 روپیه 10 افغانی بله بیت برای 5 دانه نان دمی بیت بس است 5 تا بس است ما جان برو بخیر برو بخیر نانوایی دارین چه قسم نه ما نان فروش هستیم نان از کسی میخرین چه بله میخرم مثلا 8 روپیه میخرین 10 روپیه میفروشین چه رقم 9 روپیه میخرم بعد 10 روپیه میفروشم یک افغانی فایده یک افغانی شکتان والا روزانه چقدر نان سودا میکنین والا فعلا بازار نیست 400 نان 500 نان بازار که بود چقدر سودا میکنین 800 نان 700 نان میشه اون وقت شاید شما یک نفر بدین ولی نام خدا سعی کن از اونجا تا اونجا کلشون نان میفروشه دیگه ایران مد نظر بگیر دیگه خب بله کاربارم خیلی کم شده نسبت به سال قبل اینطور است که باز زمینه کارم برای دیگران مهیا شده مثلا شما وقت شاید یک نفر بدین ولی نام خدا 10 نفر است بله اون وقت بازار که خوب بود نان فروش تا اینجا بود حال نام خدا سعی کجا رسیدن زراعت رسیده فقط زراعت نفسم نام خدای قضیات شده که خانه آباد بر سلامت باشین بخیر باشین 10 افغانی ارزان است یک خاصی چه رقم اگه کنار 10 نفر نمیفروشه نه این خصوصا اینجا نوآباد هیچ نان ارزش نداره اگر در شهر نانا 20 روپیه است ما خودمون میخریم از خاطر گفتم مارکت جایی مرا بتن این الله مارکت است بده سلامت خانه آباد بخیر باشین بیننده‌های عزیز ما می‌خواستیم که از پل بیبی شکیلا برای یک از هموطنان عزیز ما مواد خوراکی بگیریم اما برابر نشد و را انشالله فردا میگیریم فقط برای یک مادر رفتیم نان خوش خریدیم از همون پیسه بیبی شکیلا باقیمندش انشالله فردا بخیر برای 2 نفر دیگه که هر کس خداوند نصیب قسمتش ساخته بود برای از اون انشالله میگیریم ما هم چون
فقط 2 دقیقه به افطار مانده. در همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه فردا شب که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.